دوستان عزیز، یه روش تضمینی بهتون میگم برای اینکه بدون فیلتر شکن تو کلپیا مننجر بتونید گلچین انجام بدید. خیلی ها میدونن که به خاطر تحریما یه ارورایی میاد وقتی که باز میکنید. شما وقتی فیلتر شکن روشن میکنید اون ارور از بین میره. برای این روش من تا حالا آموزشش هم جایی ندیدم. برای اینکه اون ارور از بین ببرید، ویندوز سکیوریتی رو باز میکنید، سکیوریتی میگید، سکیوریتی میگید، هر چی که دوست دارید. میرید تو این قسمت، میبینید اینجا. اگر اینجا نرم افزار کورگ بود که هیچی، اگر نبود اینو میزنی. بعد میای اینجا آدرس نرم افزار رو کجا نصب کردی، آدرسش رو بهش میدی، ادو میزنی، درست؟ بعد میای اینجا این دوتا تیک میاد اینجا مینویسه کلپیا مننجر، این دوتا تیک رو میزنی، اوکی میکنی. بعد سیستمت رو ریستارت میکنی. ریستارت که کردی اومد بالا، فقط کافیه به سیستمت نت بدی، بدون فیلتر شکن دیگه اجرا میشه. برو حالشو ببر.